مولانا 12 ساله علوم ابتدایی و مذهبی رو نزد پدر فرا گرفت. گفته میشه نسب خاندان مولانا، اصالت خانواده پدری مولانا برمیگرده به ابوبکر صدیق، خلیفه اول مسلمانان اهل سنت. در سال 598 خورشیدی مهاجرت مولانا به همراه خانواده‌اش از بلخ آغاز شد. کلاً کاروان زیادی تشکیل داده بودند و به طور دست جمعی قصد داشتند که بلخ رو ترک بکنن، به همون دلیلی که گفتیم، همون زمزمه هایی که مبنی بر حمله چنگیزخان مغول به خراسان بزرگ شده بود. کلاً کاروان بزرگی تشکیل داده بودند و می‌خواستند که بلخ رو ترک بکنن و این کار رو هم انجام دادند. به اولین شهری که پا گذاشتند و در اونجا اتراق کردند نیشابور بود. گفته میشه عطار نیشابوری با خانواده مولانا ملاقات کرد. بهادین ولد رو دید و یک نگاهی هم به مولانا انداخت و مدتی با مولانای 12 ساله هم کلام شد. بعد به بهادین ولد گفت پسر تو فرد خردمندیه، در آینده جهان رو متحیر خودش میکنه. بعد از استراحت کوتاهی در نیشابور به بغداد رفتند. از اونجا راهی حجاز شدند و بعد هم به زیارت خانه کعبه رفتند. پس از زیارت حج به ترکیه رفتند. در اونجا به شهری پا گذاشتند به اسم لارنده که ما امروزه بهش میگیم کارامان. در کارامان ساکن شدند و در همین دوران بود که چنگیزخان مغول به خراسان حمله کرد و تمام خراسان بزرگ رو در زیر سلطه خودش قرار داد و خراسان بزرگ سقوط کرد.